در شهر خوجند از روز مطبوعاتی تاجیک تجلیل کرده شد. به این مناسبت رئیس شهر فردوس شریفزاده در تالار مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر یک قطار روزنامه‌نگاران و سابقه‌داران وسایط اخباری عامه را با روز مطبوعاتی تاجیک تبریک نمود و تاکید کرد که در حدود شهر خوجند غیر از شبکه‌های تلویزیونی دولتی همزمان شرکت‌های تلویزیون و رادیوی مستقل، تلویزیون‌های نقلی، آژانسی اطلاعاتی فعالیت داشته در پر کردن فضای اطلاعاتی شهر سهمگذاری می‌نمایند. اطلاع داده شد که سهم روزنامه‌نگاران در انعکاس چاره‌بینی‌های ادانه، برد و باخت ساحه‌های مختلف خواجگی خلق کشور و مشکلات مردم خیلی نظررس است. رسالت اهل قلم و کارمندان وسایط اخباری عموم نیز محض از حقیقت‌نگاری، انعکاس واقعی حوادث و بهای راستین دادن به جریان حیات جمعیتی سرچشمه می‌گیرد. قابل توجه است که کارمندان وسایط اخباری عموم این رسالت کسبیشان را سربلندانه و موفقانه ادا کرده ایستادند. در این واخوری ادانه بیش از 40 نفر نمایندگان رسانه‌های خبری اشتراک داشتند. رئیس شهر خوجند فردوس شریفزاده تاکید کرد که حالا در شهر برای فعالیت خوبی وسایط اخباری عامه شرایط‌های ضروری فراهم آورده شده است. بهره دستگیری و روح بلندی روزنامه‌نگاران تاجیک همساله از جانب رئیس ولایت سوخت رجب‌بای احمدزاده آزمون‌های هوسمندی در قلمرو ولایت گذرانیده می‌شود که این نشانی والای ارزش‌گذاری به فعالیت اهل قلم ارزیابی کرده می‌شود. تجلیل روز مطبوعات تاجیک و در این زمینه روی آوردن به تاریخ مطبوعات این قبل از همه اعتراف قدر سخن چون نیروی بزرگی هدایت کننده مردم، صداقت به کار و عنعنه‌های پایه‌گذارانی مطبوعات تاجیک است. به مناسبت تجلیل روز مطبوعاتی تاجیک چندی از روزنامه‌نگاران فعال که در پیشرفت مطبوعاتی تاجیک سهم گذاشته بودند با افتخارنامه و تحفه خاطروی رئیس شهر خوجند قدردانی شدند. در این روز همچنین به سرمحرر تلویزیون سیمای مستقل یکم الهام هاشموف برای سهم نظررس در مطبوعات ملی، انعکاس ساحه‌های مختلف شهرداری و اشتراک فعالانه در چاره‌بینی‌های فرهنگی و سیاسی با افتخارنامه رئیس شهر خوجند سرفراز گردانیده شدند. در جنبسته چاره‌بینی رئیس شهر خوجند فردوس شریفزاده افزود که تجلیل کردن روز مطبوعاتی تاجیک باز هم امکانیت می‌دهد که روزنامه‌نگاران از تاریخ مطبوعات آگاهی پیدا کنند. گفته می‌شود که وسایط اخباری عامه جزئی ترکیبی روزگار مردم بوده، سخن سازنده همیشه همراه و همقدمی آنها خواهد بود. گزارش فرزانه شمسی و نسیم رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.